نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. محترم جماعت، الله سبحانه وتعالى در سوره احزاب به پیغمبر خدا خطاب کرد و پیغمبرش حضرت محمد علیه السلام خطاب کرد که یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله. مردم آمده تو را از روز قیامت پرسان می شوند، روز قیامت کی می شود؟ به سوال آنها جواب بگردان انما علمها عند الله. علم قیامت در نزد پروردگار است، یعنی قیامت کی می شود فقط الله سبحانه و تعالی می داند. و ما یدریک لعل الساعة تکون قریبا. و برای مردم بگو که شما خوب بدانید قیامت لیکن نزدیک است. کی می شود نامعلوم است، ولیکن قیامت چنان تیز می آید که حتی یکی شما از آمدن اون بی خبر می ماند. قیامت به دو تقسیم می شود، قیامت صغرا و قیامت کبرا. قیامت صغرا قیامت خردی که هر شخصی که از این دنیا وفات می کند قیامت او قایم شدگی است. اما قیامت کبرایی که مقصد از قیامت در شریعت اون قیامت در نظر داشته شده است، قیامت کلانی که تمام زمین و زمان با تمام موجودات و مخلوقاتش بر هم می‌خورد و دیگر فانی می‌شود، اون قیامت علامت‌ها دارد، علامت‌های خردی و علامت‌های کلانی دارد که همه آن علامت‌ها وقتی که اجرا می‌شود ثانی پروردگار عالم اذن می‌دهد، اجازت می‌دهد که حضرت اسرافیل به صورت دم می‌اندازند، ثانی زمین و زمان یکسان می‌شود و تمام مخلوقات وفات می‌کند، هلاک می‌شود که در این باره ما صحبت‌های طولانی داشته بودیم. ولی این آوازها که 21 دکبر سال جاری گویا به هفته آینده روز جمعه قیامت می شود، آن انسان هایی که این از تمام کشورهای دنیا برآمده اعلام کردن، یک مراتبه دیگر اعلام کردن برای تمام دنیا که ما یک انسان های بی سواد هستیم. انشاءالله شرمندگی آنها برای تمام مردم یعنی معلوم می‌گردد که انشاءالله با کفالت شریعت روز 21 دکبر قیامت نمی‌شود سال دینی و هفته آینده الا قیامت خرده برای آن کسانی که اجلای آنها نزدیک شده است او می‌شود. لیکن قیامت را روزش را دانستن این برای کسی مهم نیست و این را غیر پروردگار عالم دیگر کسی نمی‌داند، نه فرشته های درگاه پروردگار مقرب و پروردگار عالم جبریل و میکائیل نمی‌دانند، حتی حضرت اسرافیل که وظیفه نخستین او فقط به امر به قیامت، وقتی که خدا قیامت شو می‌گوید به صوری که خداوند داده است به آن پوف می‌کند و این نمی‌داند که قیامت کی می‌شود. پیغمبر خدا بهترین مخلوق خدا قیامت کی می‌شود نمی‌دانم. بنابراین اعرابی با دینشین آمده یا رسول الله متى الساعه، یا رسول الله قیامت کی می‌شود؟ پیغمبر خدا به سؤال او با سؤال دیگر جواب دادن و ماذا اعددت لها، قیامت کی می‌شود؟ پیغمبر گفته به قیامت چه آماده کردی؟ قیامت کی می‌شود مهم نیست، مهم آن است که به قیامت چه آماده کردی. آیا تیاری خود را دیدیم؟ پیغمبر خدا فرمود شخص مسلمان هر شب در جایگاه خود در زیر بالین خود وصیتی او نوشته شده که هست که اگر این شب اگر وفات کنم فلان عملها را اجرا کنید و فلان عملها را اجرا نکنید، تو وصیت خودش برای باقی مانده ها هر شخص مسلمان نوشته. این از تیاری به قیامت و تیاری به قیامت با آماده کردن توشه به قیامت. زیرا ما این مال و ملکی که در طول 60 سال و 70 سال جمع کردیم یگان تیمون را همراه خودمون نمیبریم. باید با عمل برای توشه برای حیات آخرت خود برای مکان ابدیت خود باید آماده کرده باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغیث و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بأي ارض تموت. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات البينات الحكيم. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق به كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.